سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما. من دکتر امین شهبازی هستم، جراح متخصص کلی و مجاری ادراری. یه توضیح کوچیک در مورد ختنه می‌خواستم براتون بدم. یکی اینه که یه چیزی که خیلی این روزا می‌بینیم، سن خیلی بزرگ بچه‌ها واسه ختنه است. بهترین سن واسه ختنه کردن بچه‌هاتون 1 ماهگی تا 6 ماهگی تا 1 سالگی هم خوبه. باز هر چقدر سن بچه بالاتر بره، واسه یه بچه ممکنه تروماها یا یه سری خاطرات ناگوار رو براش باقی بمونه بعد از عمل. هرچند که ما تو اتاق عمل و با بیهوشی عمل می‌کنیم بچه رو و اینو به حداقل برسونیم. دو تا روش مرسوم داره ختنه، یکی روش رینگ یا حلقه است و یه روش جراحی سنتی. سنتی به این منظور که از ابتدای روش انجام می‌شده، ولی به تدریج و در طی زمان این همین روش جراحی خیلی پیشرفت کرده و خیلی متدی که عمل جراحی انجام میشه اصلا با 10 سال پیش قابل مقایسه نیست. روش حلقه توی بچه‌های زیر 1 سال کاربرد داره، خونریزی کمتری میده، ولی توی مقالات خطراتی که داره اومدن بررسی کردن توی سن نوجوانی و جوانی که به سن بلوغ میرسن بچه‌ها باعث زود انزالی و ناباروری درصدی میشه. پس روش انتخابی من به عنوان یه نورولوژیست روش جراحیه. روش جراحی که ما انجام میدیم، روش جراحی هم جراحی مختلف روش‌های مختلفی انجام میدن. شما میتونی پوست اضافی رو فقط ببری، میتونی پوست اضافی رو که بریدی دور تا دور بقیه بزنی، حالت تناسلی رو که خونریزیش به حداقل برسه که روشی که ما عمل میکنیم و بهترین روش از نظر بنده حقیق و استادایی که ازشون یاد گرفتن و عوارضش نسبت به روش حلقه بسیار کمتره. ممکنه یه مقدار خونریزی و درد داشته باشه توی 2 روز اول، ولی در طولانی مدت عوارضی واسه بچه نداره. حالا یه سری چیزی که خیلی زیاده، مخصوصا تو شهرهای کوچیک، شما از آرایشگر محله تا تزریقاتی متخصصای محترم همه ختنه رو انجام میدن و اتفاقی هم نمیافته. شما به عنوان پدر یا مادر بچه رو میبرید خونه، میبینید خب پوست اضافی بریده شده، بچه ختنه شده. و یه سوالی که واسه من پیش میاد اینه که مثلا الان خیلی از زوجایی که میان واسه ما مراجعه میکنن دچار ناباروری هستن. خب هیچ وقت به این فکر نمیکنن که توی دوران بچگی که این بچه‌شون ختنه شده ممکنه اون پوست اضافی به روش نادرست برداشته شده باشه. به طور مثال بنده وقتی که ختنه میکنم یا استادایی که ازشون یاد گرفتیم که جلوی آلت تناسلی پوستی که باقی میمونه باید حداقل نیم تا 1 میلیمتر بیشتر از پوست عقب آلت باشه. چرا؟ چون وقتی که بچه به سن بلوغ میرسه و نوز کامل میخواد داشته باشه، باعث کجی آلت نشه و بتونه یه رابطه درست و پایدار رو داشته باشه و باعث باروری و بچه دار شدنش بشه. واسه همین کسی اصلا فکر نمی‌کنه که الان مثلا من 22 سالمه، ممکنه به خاطر اتفاقی که توی ختنه 5 سالگی افتاده بچه دار نمیشم و همش میره سمت یه سری چیزای دیگه. واسه همین توصیه میکنم 100% من ترجیح میدم الان بچه‌م درست ختنه بشه تا اینکه سالهای بعد درگیر عوارضش بشم و پیش کسایی ختنه رو انجام بدم که حتی نمیدونن عصب رسانی میکنه به حالت تناسلی بچه کجاست، شریانی که بهش خون میده کجاست و فقط بلدن که پوست اضافی حالت تناسلی رو ببرن. مرسی از توجهتون.